با شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده با عریضه مرد 45 ساله ساکن شهر اصفهان مراجعت نموده است که ماه ینور سال 2021 مرد 42 ساله ساکن شهر ترسونزاده با راه فریب به باوریش در آمده از او 600 تن محصولات سوزشواری انگشت را به مبلغ 570,000 سومانی گرفته. از این مبلغ 170,000 سومانیش را داده 400,000 سومانیش را به منفعت شخصی خود صرف نموده است. همچنین از جانب کارمندان میلیسیا نسبت به مرد 37 ساله ساکن شهر اصفهان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است که او ماه اکتبر سال 2022 با راه فریب به باوری مرد 45 ساله ساکن شهر اصفهان در اومده با بهانه به صاحبکاری مشغول شدنش اتومبیل تمغه مرسدس بنز را به مبلغ 165,000 سومانی به طریق نسیه گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی حادثه های مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در ناحیه فردوسی عریضه جوانزن 21 ساله ساکن ناحیه رودکی وارد گردیده است که 23 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 13:20 در داخل خسر مسافرکشانی رقم 1 در نزد بازار کاروان شهر دوشنبه شخصان نامعلوم با راه پنهانی از زمیانش یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 11 را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانده شده 6,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 36 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه تفتیشاتی ادامه دارد.